گفت من مظلوم ترین مادر شهید تو ایرانم. خیلی تعجب کردم، حرف خیلی بزرگیه، ادعای زیادیه. گفتم آسان ببخشید چی شد؟ گفت بچه رزمنده بوده، گفت کمولا اومدن گرفتنش، بهش گفتن به امام توهین کن، نکرد و که بچه‌مو بستن به اسطوره، به گاری. میگفت سر بچه‌مو بریدن، میگفت با ساطور دستاشو قطع کردن، میگفت پاهاشو با ساطور قطع کردن، گفت بعد شکمش رو پاره کردن. ببخشید اینطوری دارم خاطر میام، میخوام بگم که چه کسایی سوختند که من و تو امروز وایسی. گفت بعد که همه این کارا رو باش کردن به من گفتن به امام توهین کن، گفتم نمیکنم. گفتن بس بچه 18 سالت رو میذاریم جلوت، سر نداره، دست نداره، پا نداره، شکمش هم پاره کردن، جگرش هم بردن، باید وایسی به این بچه نگاه کنی تا دق کنی. میگفت 2 روز بچه جوانه با هم یه جا توی اتاق بودیم. بعد 2 روز گفتم آخه نمیشه که اینطوری، با یه حالت بشه. گفتم که حالا خودت دفنش کن. میگفت چیزی نداشتم، با دستام داشتم زمین رو میکردم، میگفتم یا زهرا یا حسین. میگفت انگار تمام عالم اومده بود کمک من داشت کمک میکردن، زمین رو چال کردم. میگفت وقتی زمین رو چال کردم دیدم کفن ندارم. بعد میگفت یه تیکه چادرمو برداشتم، جوونمو توش پیچوندم. خدایا فقط اگر همین شهید داورپنا بیاد جلوی ما وایسه بس بدیم.